اگر همین کودکی خردسال عطسه زند یرحمک الله گفته میشه یا نه؟ نه، الحمدلله یرحمک الله لمن حمید الله گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی یرحمک الله به آن آدمی که الحمدلله گفته است. بنابراین آدم در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که عطسه زد و الحمدلله گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم یرحمک الله گفتن. یا آدم دیگر گفت که عطسه زد بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم چی نگفتن؟ بعد گفت که یا رسول الله برای چی یرحمک الله گفتید و مرا نگفتید؟ بعد گفتن که یرحمک الله لمن حمید الله. یرحمک الله یعنی الله تعالی تو را رحم کند. دعا از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آن آدمی که الحمدلله گفت. بنابراین بعضی کافرها قصدن آمده در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم عطسه می‌زدن و الحمدلله میگفتند که تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را یرحمک الله گویند و دعای پیامبر مستجاب است. الله تعالی آنها را رحم می‌کند. بعد وقتی که آمده الحمدلله میگفتن بعد عطسه زدن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها میگفتن که یهدیکم الله و یصلح بالکم. الله تعالی شما را هدایت کند. یهودا را هدایت کنند. یرحمک الله نمیگفتن.